خدا کنه میمان نداشته باشه. حالا نام خدای نسمه که خوب فارسی گپ میزنین. Столько есть, از خاطر که ما 40 سال که در اینجا زندگی میکنم وقتی که ما آمدم تو دنیا نبوده. راست بگی. خانم رونا خودش شما با چهرهش آشنا هستین و کسی که خیلی زیاد در افغانستان مزار خدمت بوده. ولی یک چیزی براتون میگم، ما خودم بسیار پرابلم دارم، همه چیزی دارم. ناکن که مسلمان شدم ما خود به خدا سپردم. وقتی که اینا شوهرشان فوت کرده و یک پسرشان هم بیکار، خودشان هم بیکار و کسی برش از اینا کار هم نمیتونه، بسیار مشکل است فعلا در شرایط کنونی که در افغانستان ما زندگی میکنیم. ما از خاطر چی آمدم؟ خودم وقت مسلمان شدم، ما را چندین دفعه از عمره دعوت میکرد که نرفتم، وقت نداشتم. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما بینندگان. آرزو میکنم که همتون جور و سلامت باشین. دوستای عزیز خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه مهربانی. امیدوارم که تلاشات اخیر برای همراهی بکنین. و قسمی که شما در تصویر میبینین ما در مکدیان کهنه هستم، در خانه یکی از خانمایی که خیلی مطرح است و همه شما اینا میشناسین، دوستش دارین و دیگه گپا رو باز داخل خانهش میذارم. مرا همراهی بکنین. دوستان نازنین، همین کسایی که ورزش میکنن، خب ما یک پیشنهاد میکنم کسایی که جوانایی را که باید از ورزش هم بکنن، چون من که ورزش نمیکنم منزل چهار کاملا بخی نفس میساخت و حالا در خانه کسی هستم که طبعا بر شما نمیگم. ببینید کی دروازه رو باز میکنه و من تق تق میزنم و به می خانه از طرف امید حیات که مساعدت که صورت گرفته تقدیمش میکنم و گپ و سخنا را همراه خودش میزنم. من همراهی بکنین. خدا کنه میمان نداشته باشه. حالا سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خب دوستان دیگه برای همراهی بکنین. چطور یک رقم چی میگن؟ منظور بسیار کسایی که آموخته نباشه بسیار مشکلات آمده. بر جوان برترو اصلا است، تو گفتی جوان. خب بله. خب دوستای عزیز بار دیگه همراهی بکنین. کدام خانه بریم؟ یک خانه بریم؟ این خانه بریم؟ خوب است. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ چل داره خوب هستین؟ دوستای نازنین، قسمی که شما در تصویر می‌بینید ما در خانه خانم رونا هستم. خانم رونا خودش شما با چهرهش آشنا هستین و کسی که خیلی زیاد در افغانستان مزار خدمت بوده و خودش از روسیه هست و این شوهرش افغانی هست و روسی کرده و در حدود 40 سال است که در افغانستان زندگی میکنم و تشکر میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که امروز این خانم کمک کرده و مواد ارتزاقی و ما خواستیم که از زندگی شخصیش و برنامه‌ای که در خودش می‌بینیم از خود خانه ازی که چطور است روز و روزگار زندگیش و در خانواده چند نفر هستن، چی میکنن، بالاخره در یه اواخر که حکومت امارات اسلامی آمده و مصرف چی کاروبار است و میخوایم که معلومات کلی در رابطه با این خانم داشته باشیم و از زندگی شخصیش با خبر شیم. خب ما را همراهی بکنین. سلام، باز هم چطور هستین خانم رونا؟ خوب هستین؟ ما خوب هستم، تشکر. خودت چطور هستی؟ زنده باشین. نام خدای نسمه که خوب فارسی گپ میزنین. Столько есть, از خاطر که ما 40 سال که در اینجا زندگی میکنم وقتی که ما آمدم تو دنیا نبوده. راست بگی. ما دیگه وقت به دنیا نامده بودیم. در دنیا نامده بوده. ما که آمدم. خانم رونا در وقت داود خان آمدم. در او وقت آمدم. І до бісарі джой визипа дошта маслі ріште ма інженер маданстам. Качі шаварам, банам доктор Абдулла бути умиїни візарат мадан буд ма як джой дар смехандам до пантуни шари Санкт-Петербург. Локін шаварам пасон, ну, давахти,
چیزا اینجا رژیم تغییر کرده ما رفتم مسکو این در مسکو فوت کرد جوان بود لیکن اتر شد اول فراموشش نکردین دیگه. ولی فراموش نکردم که ما مردم به دوستی کس میگیرم با وفا به دوستی زندگی میکنم مجرد دیگه کس مساین نمیکنیم بله دوستای عزیز، چیزی که بسیار مهم است در زندگی آدم انسان همیشه با وفا باشه و افتخار به این خانم که تابال به نام شوهر خود زندگی میکنه و این خانم از شوهرتان است. بله اما در افغانستان زندگی میکنم سایس ما در روسیه دوخه ندارم لیکن ما اونجا زندگی نمیکنم از خاطر افغانستان ما را بسیار خوش میاد چی خاطر مردم بسیار اجتماعی است بسیار مردم خوب است مهربان است بسیار چیزا یکیش بردگاه کمک میکنه پس اون رسم رواج ما را بسیار خوش میاد. بسیار خوب. ببخشید دو سال نبودم در اینجا. کجا بودین شما؟ روسیه رفته بودم اینجا کرونا شروع شده ما اونجا یک بچه دیگه دارم یکیش اینجاست دیگه در روسیه است بردیدن از او رفتم نه کرونا بود موندم. خانم میشه در رابطه با روزگار زندگیتون فعلا در افغانستان بگین چی کار میکنین شما فعلا؟ چیزی براتون میگم وقت پیش از رفتن 2 سال پیش ما اینجا در رادیو تلویزیون ملی وظیفه داشتم در رادیو ما چیزای خبرهای فارسی به روسی ترجمه میکردم دیگه چیزای از فارسی به روسی ترجمه میکنم هم پسون نشر میشد چیزای در اونجا در رادیو نطق بودم. نطق بودین شما؟ هم ترجمان بودم هم پرودیوسر بودم هم نطق بود این چیزای کار بسیار بر من دلچسب بود. بعد از اون درس روسی میدادم هر جای. در کورسای شخصی دیگه درس میدادین؟ هم در کورسای شخصی در چیزای در ملل متحد در جای مختلف مثل صبح میخیزم اول پشت درس میدادم بعد از اون بعد از دفتر باز در دادن رقمی از ما مثل 24 ساعت وظیفه بود. خانم پسرتان که فعلا همراهتان زندگی میکنه همین بچه‌تان اینا جای کار میکنن یا بیکار هستن؟ بیکار است او 1 سال پیش کامده 1.5 سال پیش کامده فعلا بیکار است بیکار است لیکن باز وقت درس روسی میداد درس انگلیسی میداد ادبیات خلاص کرده در خارج شد پس اون ما رفتم هیچ کارش نبود رقمی یک پرابلم دارم که کار نیست فهمیدی؟ بیکار هستین؟ بیکار است از بیکاری و تو کنیشن بسیار مشکلات است از این خاطر شما خواهش کردم که یک ذره کمک کنی که دفعه نتر شد اما چیزی داشتم فهمیدی؟ لیکن همو بیچاره بیکارم هم بیکارم لیکن خود از دیست نمیتم ارزو دارم که داخل بخیر انشالله. بله دوستای عزیز کسایی که بیننده هستین چقدر خوب است وقتی که ما یک شهروند خارجی در افغانستان میان و با کسی که ازدواج میکنن و فعلا در جای بسیار مختلف کار کردن ولی حال از روزگار بعد و مشکلات اقتصادی خیلی بد به سر میبرن. خوب است که اگر از وسط توان ما میشه از تجارین محترم که از وسط توان میشه بیان امی خانواده‌ای که چون اینا دیگه در وطن ما زندگی میکنن حداقل وقتی که اینا شوهرشان فوت کرده و یک پسرشان هم بیکار خودشان هم بیکار و کسی برش از اینا کار هم نمیتونه بسیار مشکل است فعلا در شرایط کنونی که در افغانستان ما زندگی میکنیم از لحاظ کاری همه جوانا و کسایی که واقعا مشکلات اقتصادی دارن از بیکاری داد میزنن که خداوند دعا میکنه که بخیر از این حالت هم مردم افغانستان برای و همگی مصروف کار و زندگی خود باشه و هیچ کس آرزوی زیر نداشته باشه که از وطن فرار بکنه و بره به ملکای خارج البته مصروف کار شود و این کلش در رابطه با می است که مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است. خوب است که اگر ما وقتی که می‌بینیم که یک وطندار ما یک هموطن ما یک خانم که واقعا نیازمند است ما دستیاری دراز بکنیم و همراهشون کمک همکاری بکنیم. باز هم هزار سپاس میکنیم از بنیاد خیریه امید حیات که این خانواده را مواد ارتزاقی کمک کرده و میشه در رابطه با این بر ما بگین که خانم بغیر از اینکه فعلا بنیاد امید حیات همراه شما کمک کرده و مواد ارتزاقی کمک کرده کسی دیگه هم شما را کمک کرده تا بالا یا نه؟ Ну, та бали чизи расми кабут кумак намикард, локи нафаро кумак мекард. Нафаро мара колеги мешнасы да Рамазан бисар кумак мекард чизи мел. بعد از رمضان تا بالا بر شما کس کمک نکرده؟ بعد از رمضان ایرکمی کمک نکرده.
شما نفرو اول که کمک کردی از این بسیار بی اندازه تشکر. لوش دیگه چیزی براتون میگم که ما رو بسیار نفرو میشناسه در شهر. خود پوت میکنم این چیزا لیکن باز دیدم شما چرا اینجا موندی در اینجا. ما گفتم نرفتی. ما گفتم رفته بودم پس آمدم. پس آمدم از خاطر افغانستان خوشم میاد، مردم خوشم میاد، زندگی از روسیه که در اینجا زیادتر خوشم میاد. ولی یک چیزی براتون میگم، ما خودم بسیار پرابلم دارم، همه چیزی دارم. نوکیم که مسلمان شدم، ما خود به خدا سپردم. خدا باید کمک میکنه. غیر از او ما ارزو دارم که اینجا هم بیکاری خلاص میشه، هم مردم زندگی مردم خوب شود. غریبا کم میشه. مهم است کار که باشه همه چیزی صحیح باشه. سلامت. نه صحتمندی. اول صحتمندی. بله. شما این بچه‌تون که در مسکو زندگی میکنه، تو یگان دفعه براتون پولی گپام روان میکنه نمیکنه؟ یک چیزی براتون میگم باورت نمیاد. این بچه ما حقوق خونده، همه چیزی خونده، خودش یک روپیه نداره. ما برای کمک میکردم. بسیار خوب. یک سواله که دیگه میکنم، از غذای افغانی کدام غذا زیاد دوست داری؟ کدام شاید داری؟ آشک. ولی من فکر کردم بله کل غذای ما چیزا ما خوش میاد. ببخشید شرم است پخته کردن که در یاد ندارم. لیکن از خوردنی آشک دوست میاد. خیر است. یک روز باز ما یک کار میکنیم که قاضی صاحب میگم که یک آشک آماده کنی یک جای بخوریم. خوب است اگر اتر باشه. نه ما تو راز دیگه. بله. نه تو خودت پخته میکنی یا مادرت یا زنت کی پخته میکنه؟ یاد داری؟ این بسیار دلچسب بود. یک چیزی بر شما میگم، مردم شما مثل دهان پخته نمیکنند. جوانو وقتی که خرید میره کلگی یاد داره. کلگی یاد داره. دهان پخته نمیکرد لیکن یاد داره پخته کردن. با سالی دیدی نه چای نه چکای. مشکل نیست. ببخشید دیگه دفعه. خیر فرق نمیکنه. تو اشک گرفته بیار. فهمیده؟ اگر اشک نداره در بازار باز نمیکنم. جریمه میشه. فهمیده؟ انشالله میایم یک آشک خوردن یک جا آشک باز میشنیم. مزاق خنده میکنیم باز چیزایی که ساکت بر ما گفتی چیزی دلچسب بود بر تو باز فکر میکنم کمک کسا میکنم. زنده باشین. دوستای نازنین، هزار سپاس از همه شما دوستان. تبارایبت آشک خوردن وقتی که آمدین در قسمت بعدی. کمک کردم از کمک تشکر بسیار زیاده. غیر از او ما دوستانه تصمیم گرفتم که از او پرسان که چی خوش میاد و گفت اشک. گفت فایم جان گفت ما اشک گرفته نیم. خب آشک گرفته باز در قسمت بعدی اگر وقت بود حتما شما دوستانم خبر میکنیم. بله. چطوره تر نیست که تو همه چیز دیرش میکنیم. هم خوب مزدار باید باشه. خب خدا نگهدار همه شما دوستا و امو مواد ارتزاقی که بنیاد خیریه امید حیات تقدیمشان کردم. ما دیگه در زیر بلاک میریم دیگه در اینجا بالا نمیشد اونا رو تقدیمشان میکنیم. خدا نگهدار همه.